با سلام استاد، یک سوال داشتم میخواستم بپرسم. در زندگی یعنی کار زیاد میکنم برای مثال، اما متاسفانه مثلا رزقم زیاد نمیشه. یعنی مثلا میتونیم بگیم در تلاش میکنم، سعی تلاش انجام میدم و متاسفانه مشکلات حل نمیشه. مشکلات حل نمیشه و رزقم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. برادر عزیز، یک آیت قرآن است. الله متعال میگه که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. الله متعال گفته که اگر کسی تقوا بکنه دو چیز الله برش میده: مشکلات زندگیش حل میکنه و رزق هم به شکل برش میرسانه که او هیچ گمان نکنه. دروازه رزق تو برش باز میکنه، او تو برش روزی میرسه که او هیچ گمان نکنه. حال شما وقتی که مشکلاتتان حل نمیشه و رزقتان هم درست نمیشه، اینجا چی معلوم میشه؟ شما مشکل دارین یا آیت قرآن مشکل داره؟ آیت قرآن خب حکم الله هست. آیت قرآن حکم الله هست. وقتی که الله یک قانونی را گذاشت، یک حکمی را گذاشت، او تغییر نمیکنه. او کار الله شدنی هست. این حال چرا من خدا مسلمانم میگم، دیندارم میگیرم، همین مشکل من چرا دارم؟ به خاطر ازی که من حتما در تقوای خود مشکلات دارم. این حال اگه شما میخواین که همین مشکلتان حل شود، چی باید بکنین؟ در تقوایتان تجدید نظر بکنین. تقوا چی است؟ تقوا تقریبا 6 قسم تقوا هست. اول تقوای فکری هست. از نگاه فکری انسان چه قسم تقوا می داشته باشه؟ اول تقوای فکری است. من براتون حساب کنم. تقوای فکری است، تقوای قلبی هست، تقوای زبانی هست، تقوای بدنی هست، تقوای مالی هست و تقوای قانونی هست. این 6 قسم باید تقوا داشته باشی. تقوای فکری است که باید فکر تو به اندیشه هایی که فکر خراب میکنه متاثر نباشه. مثلا سیکولاریسم، داروینیسم، نشنالیسم و قوم پرستی، سوسیالیسم، این چیزها که هستن یا کلشان مرضای فکری هست. این حال اگه تو تقوای فکری داشته باشی، باید سردی تجدید نظر بکنی. آیا من تقوای فکری دارم؟ آیا من یک مسلمان هستم؟ اگر مسلمان هستی، آیا یک مسلمان قوم پرست هستم؟ اگر بودی، یعنی قاعده سر تو تطبیق نمیشه. همین وعده خدا الله سر تو تطبیق نمیکنه. چرا الله گفته که و من یتق الله، کسی که تقوا کنه، اگر تو فکرت پاک بسازی، الله متعال بر تو دو سعادت و دو نیکبختی را میده. مشکلات حل میکنه و چی هست؟ به هر شکلی که مثلا بخوای بر تو رزق میرسانه. مثلا من نشنالیست قوم پرست نیستم. این حال من که در هر ولایت برم کار پیدا میشه. اما یک قوم پرست که در رسانه ها میخیزه قوم پرستی رو ادعا میکنه، اگه پشتون است با قوم پشتون کار میکنه، در منطقه فارسیوان هیچ کس برش کار نمیته. اگر فارسیوان قوم پرست است، اون منطقه دیگه که میره مردم کش تضاد میکنه، حتی در اون جایی که در جای کارا میخواد بکنه برش کار نمیته. پس این حال اینمی مشکل شد. نه این حال تقوای فکری باید داشته باشیم، تقوای قلبی داشته باشیم. قلب ما چقدر پاک است. الله متعال قلب سالم کار داره. آیا ما قلب با کلگی پاک است یا ما زیاد چیز دارم؟ از خود پرسان بکن. چقدر نفر بدت میایه؟ بعضی کسا است ولی فلانی بد میایه، ولی فلانی بد میایه، ولی فلانی بد میایه. اینمی خودش ضرر به تقوا میرسونه. در حالی که چرا یک کسی بد ما بیایه؟ متوجه هستی؟ این حالی قلب از این مشکل داره. دیگه تقوای زبانی هست. بسیاری کسا زبانش مشکل داره. ای مجرد کسی که ببینم کمی اول که سلام او چطور هستی، یک خوب دو نازنین برات میزنه، این تقوا نشد. این حال مشکل تقوا داره. این حال می قاعده سر از این تطبیق نمیشه. یا مثلا تقوای بدنی هست. از بسیاری گناه ها خود چشم خود حفظ نمیکنه. موبایل دگیرش آمده، هر چیز که تو آمده رفت دیگه تو چشماش از ببین علق بلق میکنه. متوجه هستی؟ این حالی باید تقوای مثلا گوشت با تقوا باشه، چشمت با تقوا باشه، دستت با تقوا باشه، زبانت با تقوا باشه. این قسم دیگه تقوای مالی هست. پولی که تو پیدا میکنی باید از طریق حلال پیدا کنی. و ششمش تقوای قانونی هست که باید قانونی را که سر تطبیق میکنی و حکم الله باشه. این حال اگر اینمی 6 قسم تقوا را داشته باشی، الله متعال برات وعده کرده که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اگر این 6 قسم تقوا را سر خود بکن، ببین الله متعال برات در هر مشکل برات حل پیدا میشه. اما کسی که تو دشمنت فکر میکنی دوستت میشه و امور راه رزق را که میخوای که بند است و بر تو پس باز میشه ان شاء الله.